صابر زنگ زدم امروز. اصرار پشت اصرار که شب میام دنبالت بریم خرید. گفتم نمیام بابا دست سرم بردار. باشی نمیری؟ خب نمیدونم دیگه واقعا چه داستانی داره. داستان چی قهرمان؟ دعا شده دیگه. حتما یه پولی گیر آورده میخواد واسه خواهرش خرج کنه. مشکل چیه؟ قهری منو با هم. ولش کن بابا صابره دیگه. همش تقصیر من شده داشت. اشتباه کردم قضیه زندان رفتن صابر بهت گفتم. نگو انقدر اینو. گفتی خوب کردی گفتی. من مدل خودم حلش کردم. دیگه باقیش به تو ربطی نداره. چرا همه چی میره رو مخت؟ بابا آخه بار همه بدبختیامون افتاده گردن تو یه نفر. نزن حرف آبجی. نزن. شما کم به گردنم حق نداری. چیکار کردم؟ چیکار کردی؟ همین نگه داشتن بابا کمال کار هیچ کدوممون نیست. شما همه چی واسه ما. خواهری، مادری، پدری، برادری. از الان تا ته دنیا نوکری تو بکنم باز بهت بده کار. نگو داداش تو رو خدا بزرگواری. نگران صابرم نباش. رفتی دیدیش دیدی حالش خوبه یه گرا بدم میرم سراغش از دلش در میارم. آخه ببین چیکار کردم. هر کاری که هر داش بزرگتره دیگه. نمیشناسیش؟ ولش کن.